مسئولان فروشگاه رفاه به محض گرون شدن گوشت جلوی چشم مردم از توی قفسه ها گوشتا رو جمع کردن که برن برچسب بزنن با نرخ جدید بفروشن. یه لحظه گفتن گوشت گرون شد دقیقا فوری همه رو جمع می‌کنن اونجا رو. میگن 30 سال پیش یه صبح شنبه‌ای بنزین گرون میشه. یک مسافری سوار تاکسی میشه و وقتی که کرایه رو با نرخ جدید به راننده تاکسی میده اون بقیه پولو بهش پس میده. وقتی میگه که چرا، میگه من هنوز بنزینی که تو باکمه بنزینیه که با نرخ قبل خریدم. این چیزی که شما تعریف کردید دیگه داستان نیست، افسانه است. یه انقدر بعد گرگی تو وجودت بشه، انقدر یابویی تو وجودت بشه تا بتونی در این جنگل زندگی کنی. ناراحتی از این اتفاق؟ هیچ ایرادی نداره. برو فروشگاه رفاه 30 تا بسته گوشت بردار بیار احتکار کن تو خونت. دیگه تا 1 سال خودت درگیر این اسافوردی‌ها نکن. ببین یابو، من اگه بخوام همچین کاری بکنم و یکی از کلیه‌هامو بفروشم، ولی به فرضم که بتونم این کارو بکنم، این کار یک یابوه نه یک انسان متمدن. وقتی خودمون به خودمون رحم نمی کنیم نمیتونیم توقع داشته باشیم که دیگران هم بیان به ما رحم بکنن. نمیدونم چه اتفاقی افتاد که همچین شد. معلومه، خیلی معلومه.